درس پنجم 14 کلید قرآن شناسی استاد عبدالظاهر دایی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. خواهرای عزیز، برادرای گرامی، کتاب انشاءالله پیشتان است. کتاب باز کنیم و از روی کتاب درس انشاءالله شروع میکنیم. درس پنجم ما معرفی حکم الله سبحانه و تعالی است. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. قبلا در تعریف ربوبیت ما و شما خوانده بودیم که توحید افعال و توحید تشریع مربوط توحید ربوبیت میشد. این علما میگفتن و ما و شما در قسمت از اونا که خواندیم در تعریف ربوبیت ما و شما چی خواندیم؟ خواندیم که هو افراد الله تعالی بالخلق والحکم الکونی والشرعی. یگانگی الله سبحانه و تعالی هست در خلق کردن، یعنی در افعالش که الله خلق کننده هست، روزی دهنده است، شفا دهنده است. این توحید افعال کلش مربوط توحید ربوبیت میشه در نزد علمای عقیده. والحکم الکونی دیگه در حکم تکوینی الله و شرعی و حکم تشریعی. خب این رو ما و شما فهمیدیم. میایم اکثر یک موضوعاتی بود که در چی بوده که در درس قبلی خوانده بودیم. حال معرفی حکم الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان. خب در قرآن عظیم شان حکم الله سبحانه و تعالی دو قسم معرفی شده. وقتی که آیات قرآن دقیق مطالعه کنه انسان و دقیق بفهمه، در مورد حکم دو قسم آیات نازل شده. قسم اول الله متعال حکم خود دو قسم بیان کرد. اول حکم تکوینی را بیان کرده. حکم تکوینی را علما چه قسم تعریف میکنن؟ میگن هو حکم یتعلق بالتدبیر الکونی. این حکم است که تعلق میگیره به تدبیر کائنات. و کائنات ما شما چی نمیگیم؟ کائنات مثلا آسمان در جمله کائنات است، زمین در جمله کائنات است، بحرها در جمله کائنات است. تمام مخلوقات، عالم ملائکه، عالم جن، عالم انسان، عالم حیوان، عالم نبات، این کلش کائنات هستن. وقتی که الله متعال میگه الحمدلله رب العالمین، الله رب تمامی عالمیان است و حکمش در تمامی کائنات، در تمامی عالمیان نافذ است. مثلا در عالم ملائکه الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم جعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى و ثلاث و ربع. در این آیت قرآن الله متعال چی میگه؟ الله متعال میگه که الله متعال گردانیده هست ملائکه را رسلا رسولان، اولی اجنحة که این ملائکه صاحب بالها هستند، یعنی مثل ما و شما ساختمانشان نیست، اونا بالها دارن، مثنا و ثلاث و ربع، دو بال، سه بار و اضافه تر از اون و ربع 4 تا. و در احادیث بیشتر از این هم آمده. مثلا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و ملائکه در احادیث بریم، باز اونجا بسیار صفت مثلا جبریل امینه که چند صد بال میگه داشت. در عالم جن هم حکم تکوینی الله هست. مثلا والجن خلقناه من قبل من نار السموم، الحجر 27. در اینجا الله متعال چی میگه؟ والجن خلقناه، والجن میگه و جن ما خلق کردیم قبل از این. از چی خلق کردیم؟ از نار السموم. نار السموم چی است؟ از آتش سراپا شعله بر، یعنی قبل از آدم علیه السلام جن خلق شده بود. پس حاکمیت تکوینی الله در کل از اینا هست. مثلا حاکمیت تکوینی الله در عالم ملائکه، در عالم جن. مثلا در زمین الله متعال میگه الم نجعل الارض مهادا، آیا ما زمین مثل گهواره نساختیم، نگردانیدیم؟ اینجا حاکمیت تکوینی الله در زمین است. والجبال اوتادا، و حاکمیت تکوینی الله در کوه ها هست. الله میگه آیا کوه ها را مثل میخ ها نگردانیدیم؟ و در انسان ها و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا. این حاکمیت تکوینی در انسان، در خواب انسان، در شب، در روز.
و حاکمیت تکوینی الله در آسمان ها و بنینا فوقکم سبعا شدادا و بنا کردیم بالای سر شما 7 چی؟ 7 آسمان استوار. این کلش حاکمیت تکوینی الله هست. و جعلنا سراجا وهاجا. این کلش شما سوره نبع آیت سپاره 30 اول سورهش که سوره نبع هست باز بکنین، این کلش حاکمیت تکوینی الله را بیان میکنه. در آسمان ها، در آفتاب و جعلنا سراجا وهاجا و گردانیدیم آفتاب چین؟ آفتاب درخشان. در ابر و باران و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا سوره نبع آیت 14 این و الله متعال میگه و نازل کردیم از ابرها چی؟ آب را نازل کردیم، آب افشارنده. خب در نباتات حکم تکوینی الله در عالم نبات الله میگه لنخرج به حبا و نباتا تا خارج کنیم بهی با وسیله آب حبوبات و نباتات را. همین قسم حکم تکوینی الله متعال در باغها و جنات الفافا. این شد حکم تکوینی الله. این میخواستم که وقتی شما در قرآن عظیمشان برین آیات قرآن میبینین که در حاکمیت تکوینی الله درباره آسمان ها، درباره زمین، درباره جنت، درباره دوزخ، درباره صراط، درباره میزان، در کل از حاکمیت تکوینی الله هست. یعنی حکم الله برای از اینا در کل از اینا حکم الله نافذ است. پس اینجا ایره چی میگن؟ ایره حاکمیت تکوینی الله متعال میگن. قسم دوم حاکمیت تشریعی است. حکم تشریعی یا حاکمیت ای الفاظ اسلام مشاهده فی المصطلحات. یعنی علما میگه در مصطلحات ما زیاد جنجال نمیکنیم که حالا بگیم چرا این کلمه را استعمال کردن. در قرآن عظیمشان همین کلمه حکم علما استعمال کردن حاکمیت هم. یعنی حکم الله متعال، حکم تکوینی الله و حکم تشریعی الله. بعضی از علما میگن حاکمیت تکوینی، حاکمیت تشریعی. مفهوم اون مفهوم است. کس اگر نخواست اون کلمه را استعمال بکنه گفت حکم تشریعی هم درست است، اگر او را هم استعمال کرد مشکل انشاءالله در مصطلحات نیست. حالی این وقتی که فهمیدیم حکم تشریعی، این حال قرآن عظیمشان حکم تشریعی الله متعال دو قسم بیان کردن. یکی حکم تشریعی الله هست که یعنی حکم تشریعی اصلا در قرآن دو قسم بیان شده، مطلقاً حکم تشریعی. اولش حکم تشریعی مطابق ما انزل الله هست و حکم تشریعی دوم به ضد ما انزل الله هست. متوجه باشید. بخش اول حکم تشریعی الله. حکم تشریعی الله که ایره علمای اسلام حکم تشریعی هم میگن، توحید حکم هم میگن. در بعضی کتاب‌ها اگر خواندید توحید حکم هم منظور از همین حکم تشریعی است. اگر توحید تشریع خواندید این هم، اگر توحید اطاعت خواندید این هم بعضی علما توحید اطاعت میگن و بعضی توحید حاکمیت میگن. یعنی اصطلاحات است که علما گفتن کلش منظور چی است؟ اما حکم الله متعال در تعیین احکام است. اول در این قسمت در حکم تشریع الله متعال بسیار آیات قرآن آمده. این آیات قرآن برای ما و شما کدام موضوعات بیان میکنه؟ اول الله متعال ذات خود برای ما معرفی میکنه که ذات حکیم است. بسم الله الرحمن الرحیم در سوره آل عمران آیت 6 لا اله الا هو العزیز الحکیم. لا اله نیست هیچ معبود به حق که ذاتش عبادت شود و شریعتش اطاعت شود الا هو مگر او که الله متعال است. العزیز ذات بسیار با عزت غالب است. ذات با عزت و غالب. والله غالب علی امره. الله متعال در امور خود غالب هست. پس یکی از صفات الله العزیز. الحکیم یعنی ذات حاکمی که بسیار با حکمت است. معناش همین قسم میشه. پس الله متعال درباره همین صفت حکیم خود در چندین آیات قرآن آمده. در سوره بقره سوره 32 هم انک انت العلیم الحکیم بسیار آیات است که حکم له. الحکیم علما میگن که هو الحاکم بین خلقه، یعنی الحکیم هو الحاکم بین خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة يحكم بما يشاء.
یعنی الحکیم چی مونه که الله متعال برای ما خود معرفی کرده؟ یعنی او ذاتی از که حکم کننده هست در بین مخلوقاتش با امر تکوینی و امر تشریعی، هم در دنیا و هم در آخرت. یعنی حکم الله متعال در کل از اینا هست، هم حکم تکوینیش و هم حکم تشریعیش. پس ما عقیده داریم که الله حکیم است. الحکیم ذات حکیم است، یعنی ذاتی است که حکم از او در کائنات و در مخلوقات در دنیا و در آخرت نافذ است، چی حکمش تکوینی باشه و چی هم تشریعی باشه. دوم، الله متعال خود معرفی میکنه که بهترین حکم کننده هست. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، سوره مائده آیت 50. و من احسن من الله حکما، کی بهتر است از الله در حکم کردن؟ یعنی بعضی کسان هستن که حکمای دیگر میخواین. الله متعال میگه اف حکم الجاهلیت یبغون، آیا حکم جاهلیت میخواین؟ و من احسن من الله حکما لقوم یؤمنون، و کی نسبت به الله بسیار خوب حکم میکنن برای قومی که یقین دارن؟ یعنی الله متعال حاکم بسیار خوبی که احکام بسیار خوب میکنه و با حکمت. سوم، الله متعال در قرآن عظیم شان ذاتش معرفی کرده احکم الحاکمین. در سوره تین آیت 8 میخوانیم الیس الله باحکم الحاکمین. آیا الله متعال حاکمترین حاکمان نیست؟ یعنی بسیاری مردم ها در یک مسئله فیصله میکنه، قضاوت میکنه، حکم میکنه، لکن بهترین حکم کننده کی هست؟ الله متعال است سبحانه و تعالی. چهارم، آیت قرآن برای ما میگه که الله متعال برای ما و شما میگه که خلق کردن و امر کردن مخصوص الله است. باید ما در امر الله تسلیم باشیم. در سوره اعراف آیت 54 الله متعال میگه الا له الخلق والامر، آگاه باشین که خلق کردن و امر کردن خاص مخصوص الله هست. پس ما مخلوقات باید اوامر الله را چی کنیم؟ اطاعت بکنیم. پنجم، الله متعال بیان میکنه که او حلال و حرام تعیین میکنه و احل الله البیع و حرم الربا، سوره بقره آیت 275. الله متعال چی کرده؟ حلال کرده خرید و فروش و حرام کرده سود. این الله متعال حلال و حرام تعیینش از جانب الله است، بنابراین هیچ کس حق نداره که حلال و حرام چی کنه؟ تغییر بده. خب ما و شما در پنجمی خواندیم که و احل الله البیع و حرم الربا، که الله متعال خرید و فروش حلال کرده و ربا را حرام کرده. بنابراین حلال و حرام تعیینش از جانب الله متعال میشه که حتی پیغمبران علیهم السلام تمام پیغمبران حق زیر نداشتن که حلال و حرام بکنن، بلکه همون حلالی که الله حلال کرده بود و حلال حرامی که الله حرام کرده بود، پیغمبران او را چی میکردن؟ او را تبلیغ میکردن و او را تطبیق میکردن و حکم الله را اطاعت میکردن. ششمین موضوعی که اینجا بیان میشه که حکم مخصوص الله هست. این الحکم الا لله، حکم نیست مگر مخصوص الله هست. در این آیات قرآن ما و شما چه قسم میفهمیم؟ علما میگن وقتی که یک چیز نفی آمد بعد از او ادات حصر آمد، اینجا الا ادات حصر است. کسایی که صرف و نحوی گپا را میفهمن این موضوع را باز خوبتر درک میکنن. اینا وقتی که اینجا اول نفی آمد یعنی حکم از تمام موجودات چی شد؟ نفی شد. الا لله، باز اینجا آمد حصر شد به مخصوص الله سبحانه و تعالی. یعنی حکم نیست حتی به نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین نیست مگر مخصوص خاص برای الله سبحانه و تعالی است. خب هفتمی نقطه‌ای که باید ما و شما او را بفهمیم و چی است؟ که اطاعت از حکم الله عبادت است. اطاعت از حکم الله سبحانه و تعالی این چی است؟ این عبادت است. الله متعال در قرآن عزیز بشان هم یه آیه قبلا خواندیم که این الحکم الا لله، بعد از این وقتی که حکم مخصوص الله بیان میکنه باز میگه امر الا تعبدوا الا ایاه، امر میکنه که شما عبادت نکنید مگر او را.
از این آیت قرآن چی استفاده میشه؟ این استفاده میشه که اطاعت از حکم الله عبادت است. الله متعال میگه ذلك الدین القیم، اینمی دین استوار هست، راست است. ولكن اکثر الناس لا یعلمون، لکن اکثریت مردم علم ندارن، نمیفهمن. اینا وقتی که نمیفهمن مشکلشان در چی است؟ اونا فکر میکنن که تنها همین نماز و روزه و حج و زکات اینمی عبادت الله است، در حالی که اطاعت از حکم الله این هم عبادت است. چی حکم الله در مسائل اعتقادی باشد، چی اطاعت از حکم الله در عبادات باشد، چی اطاعت از حکم الله در نظام سیاسی باشد، چی در نظام اقتصادی باشد، چی در نظام تعلیمی باشد، چی در نظام جهادی باشد. در کل از این باید انسان مسلمان اطاعت از حکم الله را بکنه و هر آیت قرآنی را که حکم الله در او است او را انسان اطاعت میکنه، در حقیقت در عبادت الله مشغول است. هشتمین نکته چی هست؟ که الله کسی را در حکم شریک نمیکنه. یعنی چون حکم مخصوص الله هست، الله شرک خوش نداره. از این خاطر در سوره کهف در آیت 26 الله متعال میگه ولا یشرک فی حکمه احدا، یعنی الله متعال شریک نمیکنه در حکم خود هیچ کسی را. از این معلوم میشه اگر کسی حکم کسی دیگه را اطاعت میکنه، در حقیقت این شرک کرده در حکم الله، این شرک در حکم شرک در حاکمیت میه. پس ایناله الله متعال شریک خوش نداره. ولا یشرک فی حکمه احد، سوره کهف آیت 26. نومین نقطه ای است که امر به رجوع به امر الله در اختلافات. الله متعال برای ما میگه که اگر شما مسلمان هستین چی باید بکنین؟ در اختلافاتتان باید رجوع بکنین به حکم الله. در سوره شورا آیت 10 ما میخونیم که و ما اختلفتم فیه من شیء، اگر شما اختلاف کردین در چیزی فحکمه الی الله، پس حکم از او راجع میشه به کی؟ به الله. یعنی وقتی اختلاف کردین در چیزی مراجعه بکنین به کتاب الله و مراجعه بکنین به سنت رسول الله، مراجعه بکنین به وحی الهی که در این قسمت الله چی حکم کرده. حق امو است که الله تعیین کرده و باطل امو است که الله تعیین کرده. پس باید حقی که اگر میخوایم پیدا بکنیم، ما در یک مسئله اختلاف کردیم، گپ ما حق است یا گپ خودت حق است، مراجعه میکنیم به قرآن و سنت. گپ هر کسی که مطابق قرآن و سنت بود اونم حق است، چون حکم مربوط الله میشه. دومی امر به رجوع به امر الله در منازعات. مثلا منازعه میشه، یک قضیه پیدا میشه، مردم به محکمه میرن، مثلا در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، در مسائل اقتصادی، در کل ازی الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، شما اطاعت بکنین از الله و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم و اولی الامر منکم و از اولی الامرتان، یعنی از رهبرانتان، منکم که از شما باشن. در اینجا دو نقطه هست. یک نقطه ای است که اطاعت الله و اطاعت رسولش اطیعو گفته شدن، که ما باید اطاعت از الله بکنیم و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنیم. وقتی که در اولی الامر میآید، در رهبریت سیاسی مسلمان ها میآید، در اینجا چی میگن؟ اینجا اطیعو نگفته. اینجا علما از این چی استنباط میکنن که یعنی اولی الامر اطاعتش واجب میشه به شرطی که اهمی امر اولی الامر مطابق قرآن و سنت باشه، مطابق، یعنی خود از باید اطاعت الله و رسولش بکنه. اینا اگر یک حاکمی می باشه که او خودش ضد شریعت الله قانون میسازه و او به ضد خودش اطاعت الله و رسول نمیکنه، باز اطاعتش سر ما واجب نیست. یا حکم میکنه که حکم از او ضد قرآن و سنت است، بازم سر ما واجب نیست. چه وقت واجب میشه که او حکمی را بر ما بکنه که مطابق قرآن و سنت باشه. دیگر نقطه که اینجا است، کلمه منکم از دی بسیار دقیق شون که در کلمه منکم یعنی اولی الامر منکم گفته، یعنی اولی الامر از جمله شما مسلمان ها باشن، یعنی در دایره توحید باشه.
اما اگر یک کس می اول الامر میشه، این توحید قبول نداره، این قرآن قبول نداره، این سنت قبول نداره، شریعت الله را قبول نداره، باز اطاعت از این بالای مسلمان ها واجب نیست. فان تنازعتم فی شیء، الله متعال میگه اگر باز شما منازعه کردین در چیزی، فردوه الی الله و الرسول، او را برگردانید به الله و رسول. در یک مسئله منازعه پیدا شده، در یک موضوع سیاسی، در یک موضوع اقتصادی، در یک موضوع اجتماعی، پس اینال الله متعال میگه این به الله و رسول رجوع بکنید، با قرآن و سنت. این کنتم تؤمنون بالله، اگر واقعا شما به الله روز و الیوم الاخر ایمان دارین، یعنی اگر شما واقعا به الله و روز قیامت ایمان دارین، در منازعاتتان باید به کجا رجوع بکنید؟ به قرآن و سنت. یعنی اگر کس مراجعه نمیکنه، به این معنی است که او ایمان به قرآن و سنت نداره. ذلك خیر و احسن تأویلا، این بسیار خیر است و این بسیار تأویل و عاقبت خوب داره. خب حالا در قسمت ایمان به حکم تشریع الله، یکی از علما بسیار جملات خوبی نوشته کرده که فهمیدن از این بسیار فایده میرسانه. این عالم بزرگوار چی میگه؟ میگه لا یکون الانسان مؤمنا بالله حقا و صدقا الا اذا اعتقد ان الله هو الحكم و ان له وحده الحكم في كل شيء. میگه این عالم میگه یک انسان مؤمن نمیشه، یعنی مؤمن واقعی به الله نمیشه و مؤمن صادق به الله نمیشه، مگر که این مؤمن اعتقاد داشته باشه که ان الله هو الحكم، الله حکم از فیصله کننده هست در تمامی قضایا، و ان له وحده الحكم في كل شيء، یعنی حکم مخصوص از او در کل شيء. درست است قاضی می باشد، درست است رهبر می باشد، درست است عالم می باشد، اینا در یک مسئله قضاوت میکنن، لکن یا حکمشان قضاوتشان باید چی باشه؟ مطابق قرآن و سنت باشه، چرا حکم اصلا از الله است. بنابراین اگر ما در یک مسئله میخوایم قضاوت بکنم، قضاوت ما وقتی درست است که مطابق قرآن و سنت باشه. و انه لیس لغیره شیء من الامر، این عالم میگه بغیر از الله چیزی از امر نیست، کما قال تعالی لرسوله و هو اکرم الخلق علیه، میگه چنانچه الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم که اکرم خلق، مکرم ترین مخلوقات است، برای از الله متعال چی میگه؟ لیس لک من الامر شیء، در اوامر، در این امور تو هیچ صلاحیت نداری، باید متابعت وحی را بکنی، چیزی که از جانب الله بر تو گفته میشه. و انه سبحانه و تعالی كما انه الخالق وحده، امی قسم که الله سبحانه و تعالی خالق است، فهو الامر وحده، امی قسم که به یگانگیش خلق کننده هست، اونمو امر کننده هم است. الا له الخلق والامر، آگاه باشین که مخصوص الله هست خلق کردن و امر کردن. و انه سبحانه و تعالی رب العالمین، و یقینا که الله متعال رب العالمین است. و سیدهم، سید که میگه یعنی امور رهبری که قوانین تعیین میکنه، حلال و حرام و جایز و ناجایز تعیین میکنه. و الحاکم فیه، و حکم کننده هست فیهم در بینشان، سبحانه کونا و قدرا و تصریفا، هم از نگاه حکم تکوینی و هم از نگاه تقدیری و اندازه کردن و هم از نگاه تصرف، در کلش الله متعال هیچی از حاکم است. و الحاکم فیهم كذلك سبحانه و تعالی منهجا و صراطا و تشریعا، اما از نگاه منهج کدام راه رو میگیریم؟ امر راهی را که الله بر ما نشان داده. کدام راه را بگیریم؟ کدام منهج اسلوب بگیریم؟ اما اسلوبی که الله تعیین کرده. کدام منهج بگیریم؟ اما منهج را که الله متعال تعیین کرده. و کدام تشریع شریعت بگیریم؟ اما شریعتی را که الله متعال بر ما تعیین کرده. خب بعد از اینکه این موضوعات فهمیدیم، حالا این اقسام احکام تشریعی را باید بفهمیم که آل شریعت الله، می احکام الله چند قسم است. وقتی که رجوع میکنیم به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم به روایت امام مسلم رحمت الله علیه حدیث صحیح است روایت میکنه، عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو هریره رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبه، یعنی ایمان شعبات بسیار زیاد داره، 70 و چند شعبه یا 60 و چند شعبه داره، مثل که یک درخت چندین شاخه داره، مثل که یک بوهنتون چندین دفتر شعبات داره. اینی می‌قسم ایمان هم شعبات مختلف، بخش‌های مختلف داره. فافضلها قول لا اله الا الله، پس
بهترین از گفتن لا اله الا الله هست و ادناها اماطه الاذى عن الطریق و پایینترینش دور کردن یک چیز مضر است از راه. و الحیاء شعبة من الایمان و حیا یک شعبه از ایمان است. پس از این معلوم میشه که شعبات ایمان بسیار زیاد است. امام بیهقی کتاب داره به نام شعبات الایمان، این شعبات کلش بیان کرده. لکن وقتی که بیایم همین شعبات کلش ببینیم، ات بخش بندی میتونیم بکنیم اجتهادی، یعنی ما هم میخوانیم قرآن و اجتهاد میکنیم و میبینیم به خاطر از اینکه شاگردای ما درس دقیق یاد میگیریم، میبینیم مثلا پیدا کردیم که یک قسم آیات هستن، قسم اول که آیات قرآن عظیمشان در امور اعتقادی هست، یک قسم آیات قرآن است در امور اجتماعی مثل حقوق انسان، والدین، یک تعداد آیات قرآن در مسائل عبادات است، اقیم الصلاة و آت الزکات، یک تعداد آیات قرآن پیدا کردیم که در مسائل اخلاقی است، مثلا در صبر، عفو، چشم پوشی، ممانعت از دروغ، بهتان، تکبر، غرور، حسادت، خیانت، یعنی اوامر و نواهی الله در مسائل اخلاقی. دیگه قسم پنجم آیات قرآن در امور سیاست شرعی است که مثلا باید حکومت مثلا در احادیث با صورت تشریح میکنه که نظام اسلامی چه قسم باید باشه، حکم الله چه قسم تطبیق شه. ما انزل الله مثل ما شما خواندیم که اگر کسی مطابق ما انزل الله حکم میکنه، این قسم است، این مسائل است. قسم ششم آیات قرآن عظیمشان در امور قضا هست، تطبیق حدود، قصاص، قطعیت سارق، این گپا کلش هستن. قسم هفتم آیات قرآن در امور مالی هست، مثلا عایدات انسان چه قسم باشه، مصارف انسان چه قسم باشه، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، زکات چه قسم بدیم، صدقات چه قسم بدیم، در مال ما حقوق دیگران چه قسم باید باشه، مسائل مالی. بعضی آیات قرآن از در مسائل اقتصادی هست، مثلا در اقتصاد ما کدام شرکت ها را ساخته میتونیم، قرآن عظیمشان بر ما بیان میکنه که مثلا ما در کدام احکام و احادیث را تشریح میکنه که مثلا وقتی که احل الله البیع و حرم الربا، وقتی که ربا حرام شد، بناء هر معامله و شرکت و بانک سودی حرام است، ما در اینا میتونیم چی بکنیم. پس این مسائل مثلا دیست. یا مثلا وقتی که شراب حرام شد، فابریکی شراب سازی هم حرام است، حتی فروختن انگور به شراب ساز و فابریکی شراب سازی این حرام است. متوجه هستین؟ حتی گذاشتن مال یا ذخیره مال در امو بانک که سودی هست این حرام است. و اینمی قسم چیزهایی که حرام است، مثلا خنزیر است حرام است، چیزهایی که حرام است، ما شرکت های زیر و تولیدات و واردات و صادراتی که باشم کلش حرام است. پس این مسائل اقتصادی اسلام است. قسم دوم آیات قرآن پیدا کردیم که در مسائل تربیوی است، مسئله آموزش است، برتریت علما هست، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این الرحمن و علم القرآن و علم آدم الاسماء كلها، مسائل تعلیمی که تعلیم داده میشه انسان، مثلا خانم ها چه قسم تعلیم داشته باشن، مردها و آقایان چه قسم تعلیم داشته باشن، این کل از این. قسم دیگه آیات قرآن است که مسائل ثقافتی و فرهنگی اسلام بیان میکنه، مثلا در ثقافت فرهنگ اسلام تبنی و چه خواندگی نیست، ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. این قسم این مسائل چی هستن؟ دیگه قسم دیگهش آیات قرآن است که در مورد مسائل نظامی، جهاد از جهاد کفار با کفار، مشرکین، مرتدین، دهرین چه قسم جهاد شود، هجوم بر دشمنای اسلام چه قسم شود، دفاع از سرزمین اسلام چه قسم شود، این آیات قرآن است. دیگه آیات قرآن در مورد دعوت است که مثلا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. اینمی اقسام آیات به خاطر از اینکه شاگردای ما یاد بگیره، این ما یک اجتهادی جور کردیم. اگر کس خوش داشت خوب یک منزله آباد، اگر خوش نداشت 14 منزله آباد، هیچ مشکل نداره. منتها به خاطر چی است؟ به خاطر از این است که شاگردای ایر آسان. این 12 نظام است. این 12 نظام چی است؟ اول نظام اعتقادی اسلام است که مسائل اعتقادی رو بیان میکنه. دوم نظام عبادات اسلام است که عبادات ها رو در اسلام بیان میکنه. سوم نظام سیاسی اسلام است که مسائل سیاسی رو بیان میکنه که الیس الله باحکم الحاکمین افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، یک ما شما تشریح کردیم. قسم چهارم نظام قضایی است، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب.
قسم پنجم مثلا نظام اجتماعی اسلام است که یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط كونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. یعنی اینجا مسئله عدالت که در جامعه مثلا شما باید عدالت بکنین یا دشمنیتان به همراه یک قوم سربازی نشه که بی‌عدالتی بکنین. این مسائل اجتماعی هست. حقوق والدین و بالوالدین احسانا ولا تقل لهما اف، به مادر و پدر اف نگوین. حق دختر، حق پسر، حق والدین، حق همسایه، حق اینه کل زیرا این در مسائل نظام اجتماعی داخل میشه. قسم ششم نظام اخلاقی اسلام است که حکم تشریعی اخلاقی اسلام شد. و قسم هفتم نظام اقتصادی است و هشتمش هم نظام مالی اسلام است. قسم نهم نظام تعلیمی اسلام است و قسم دهم نظام فرهنگی اسلام است و قسم 11 نظام دعوتی اسلام است و قسم 12 نظام جهادی اسلام. 12 نظام اگر یاد بگیریم، نظام اعتقادی اسلام و نظام عبادات این دوتا، باز نظام سیاسی و نظام قضایی این 4 تا، باز نظام اجتماعی و نظام اخلاقی 6 تا، باز نظام اقتصادی و نظام مالی ای 8 تا، باز نظام تعلیمی و تربیوی و نظام فرهنگی و ثقافتی ای 10 تا، و در آخرش 2 نظام دیگه است که نظام جهادی و عسکری اسلام است و نظام دعوتی اسلام است. این 12 نظام است که این مربوط میشه به نظام توحیدی تشریع اسلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.